التماس ماذا يردمكم ما فاطمه صوت شود. یک شما خواهش میکنم لایک کامنتار و همین نوارا چی قدر میتونید با دیگران روان کنید تا که درد دل همین دلارک مردم بفهمند. میخوام که سالم شوند سال شوند بازی کنن بچه فرزند میخوام بیماریش سریاز نه. السلام علیکم مردم خارون گرامی، خوب است انشاءالله الله حفظتون کنه. مردم خارون گرامی از یک شما خواهش میکنم لایک کامنتار و همین نوارا چی قدر میتونید با دیگران روان کنید تا که درد دل همین دلارک مردم بفهمند. مردم خارون گرامی روز به روز حالی کودک بد شده است. قدش دراز میشود و همون میان اذیتش میتید. مردم خارون گرامی بی‌طرف نباشید که چی قدر میتونه 10 روبل 20 روبل 100 روبل قدرت به توانایی در بهترین ماه قرار داریم. ماه ذوالحجه است. مردم خارون گرامی پیامبر علیه السلام میگه که یکی از بهترین صدقات و یکی از بهترین خیر میکردگی در کدام روز است؟ در ماه ذوالحجه است. و به همین خاطر مردم خارون گرامی شانس از دست ندیم، در بهترین روز در بهترین ماه قرار داریم و آمدی عید قربان است. بیایید دوستان عزیز بی‌طرف نباشیم، دستگیریش کنیم ان شاء الله. مردم خارون گرامی در هندوستان همین دو درک با کلا گرفتیان با عهده گرفتیان که ما میتوانیم همین میان همیرا راست کنیم. و با ما مراجعت کرد، کمک خواست. حالشون بسیار بد هستند. کارت‌های خودشونن، نمره تلفنشون میمونم. به خاطر الله کمک کنیم. فرزند من جرایت کنن میخوام که سالم شوند سال شوند بازی کنن بچه من میدونستم که فرزند میخوام بیماریش سریاز نه. وقتی تولد شدن نشده از تومورش دخترها بای کردن. التماس ماذا يردمكم ما فاطمه صوت شود. سرم کچی اکاو جلو ماکش کن بود دوام کچیشون ده چپ راست کن گشتینگ میدال قطار بشده کنم. سلام علیکم به مردم مهاجر. من رستم فصلدین زاده دهه تگاب ناحیه ورزاد دهه تگاب پدری همی فرزند این زوجه هم فرزندی من در دوامی 20 ساعت تولد شد رو داشت بیاد وزمین گذاشت. یکون کس باوری نداشت که این زنده میمونه. هم دکترها هم گفتن که این 21 روز عمر میبینه. خصوصا این مادرزادی هم خیلی چی کردن خیلی جواب داد نشه. دور برشگر نشه 8 ساله 7 سالش سونه دور برشگر این همیره جراحی کردن در کار مایده بود. خیلی چی نبود. اما که سال با سال کمانش سودای قنچ سودای راگردی میان کجیش بیاد زیادش سودای راگردیش هم وجه وزبینش سودای 10 15 قدم 20 قدم کم تر میگرده وجه پوچش درمان میشه راگردیش قین میشه. سال با سال وزبین ترش سودای مایده بود که معلوم نبود کجیش هم معلوم نبود. بیمارخانه نورافزا بردیم. دکترای هندو اومده بودن تشخیص کردن توموگرافی کردن مهرش اینه کجیش اساس اینه یک شیکه کور کرده نیست. اینه اینجا کاغذو شاید اینه این نرخ نمو شاید اما را تشخیص کردن با اوتا گرفتن که 100% 2 ماه جراحی میشه در هندوستان در مدت 1.5 2 ماه. خیلی مبلغ گران پرسیدن و خیلی مبلغ نداریم زیاده 20,000 دلار زیادتر. برادرای اهل اسلام این همین جراحی همین کودکم 1 سال نیم سال وقت دارم بعد این نمیشه وجه تا روی عصب میجه قرم شکو به قوت میشه وجه سلامتی کودک دست بایدونم کی. ما فهمیدیم که شما خالمراجان نزد بیمارای هندو که در نورافزا قرار داشتن نزد آنها بردین. آنها با شما چی گفتن؟ چی توصیه دادن؟ راست بردم چی کردیم؟ نه توموگرافی کردیم.
تشخیص گذروندن؟ تشخیص گذروندیم. در نتیجه چی جواب دادن؟ در نتیجه بوده گرفتن. نه نرخنامه‌اش اینجا نرسیدگی‌اش. در مدتی 1.5 ماه 2 تا جراحی میشه گفتن. همشه بوده گرفتن. اینم خیر. گارانتیا دادن که سوز میشود؟ گارانتیا دادن. گارانتیا دادن. در حالتی که شما جراحی نکنین عاقبت‌های همین را در شما فهموندن؟ کمتر سن سال میره گفت مشکل بخوام بقواد میشه، عصبانی میشه، تو روی عصبا میجقه، عصبانی میشه، پسیخ میشه. اینم خیلی تو داره. رگردش شاید مونه. رگردش خیلی میشه. افزایش قد بلند نمیشه. اینم خیلی چیه. خانم جان چند ساله بچم؟ 6 ساله. 6 ساله؟ رفتم اومد 6 ساله شدم. کی اومد ایران شدید؟ اکتبر. اکتبر؟ اومد آبدک با امکیون پدرکه کردن. امکیون پدرکه کردن؟ دکترای هندو چی میگن تا؟ دکتر اینجا نمیدونم. نمیدون؟ نفهمیدی لحظه‌شون؟ نفهمیدم. کتر میان تو ساز میکنیم. میان ساز میکنم گفتن. قدم بلند میشه، بز بلند قدر میشه. با گفتن که باکی او کدش میکنم که قدش درست شود. هم خیلی گفتن؟ با هم خیلی گفتن. وقتی ای کودکم تولد شده بودم در رودامایی بود کردم. در رودامایی بود کردم.